ассалому алайкум шунавандаҳои арҷуманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 24-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. از اقتباس بالا هم درباره ترجمه حال عینی، هم راجع به شیرخوارگی پسری سید و خواجه سید محی الدین خواجه با پسری غلام خانزاد در رمن غلامان ایرگش، هم آید به لابراتواری ایجادی نویسنده و امثال آنها در مثال ایجادی بزرگترین اپوپیای او غلامان معلومات نهایت مفید و نادر به دست آوردن ممکن است. چنان که خود عینی می نویسد، او در چول یک شب و روز سیاحت کرده صحبت دور و درازی بابا غلام رحیمداد یا نیق قدم را با دقت گوش کرده، پس همراه تقاعیش قربان نیاز باز به حوری بابا کلانش همراه خان به دهه محله بالا برمی گردد. و سبب آن که بابا کلان زیاده است 80 ساله و مادر کلان زیاده است 70 ساله صدرالدین، اینچنین تقاعی هایش قربان نیازی پختکش، روشن نیازی دیخان و نیازخانی چوپان تمام اهل 4 عائله اشان را با خوراک و پوشاکی ضروری و درکاری تأمین کرده نمی توانستند و یگانه تقاعی او علی خان چای فروشی 4 بازارگردی درآمد خوب داشته خیلی ممسک و خسیسشان نه تنها به سید سراج الدین خواجه بلکه به پدر و مادرش و به برادرانش هیچ نگاه و بین نمی کرد و مدد نمی رسانید. معلوم بود که آنها از عهده تأمین و نگاه و بینی سید سراج الدین خواجه نیز برآمده نمی توانستند. از همین سبب خودی صدرالدین مجبور می شود که از تابستان سال 1891 سر کرده در فکر نفقه، تأمین معاش، نظارت و تربیه این دادرش شود. صدرالدین 16 ساله بعد از شناسایی با زندگانی پرمشقتی بابا کلان و مادر کلان و عائله های 3 تقاعیش به خلاصه می آید که اگر دادرش سید سراج الدین خواجه را با خود به بخارا نبرد، مردن وی به مثل مرگ سید کرام الدین خواجه مقرر خواهد بود. بنابراین او به اندیشه همراه خود به بخارا بردن سید سراج الدین خواجه می افتد. صدرالدین با همین مقصد پیش از آن که به شهر برای تحصیل برگردد، با سید سراج الدین خواجه از دهه محله بالا به دهه ساکتری راه پیش می گیرد. در این سفر صدرالدین و سید سراج الدین خواجه را تقاعیشان قربان نیازی نهایت مهربان راه بلدی نموده، یک روزی بازار آنها را تا خژدوان می رساند و پس هر دو خواهرزاده‌اش با بازارکیان دهه ساکتری به دهه خود به ساکتری می رود. صدرالدین و دادرش با دیدن حوری و روی دریچه پدری و باباییشان که بی نگاه و بینی چند وقته روی به خرابی و ویرانی و پریشانی آورده بودند و آگاهیابی از احوال وزنین خیش و تبارانش خیلی غمگین و اندوهگین، دلفگار و شکسته اوضاع و محزون و غوسمند می شوند. فوت توته پاشا، بیماری زنی ابراهیم خواجه سلطان پاشا و پسرچه 4 ساله او، از سر زمستان باز بیمار خوابیده از قابلیت کاری محروم گردیدن و یک پارچه زمینش را از مجبوریت به قاضی بچه ها با نرخ ارزان فروختن استاعمک و دیگر واقعه های در مدت 1 سال به وقوع آمده، این چنین بینیش و مشاهده احوالی طاقت فرسای تمامی
چی اهل بیت خیش و تباران ساکتریگیشان و چی قسمی از همدیهگانشان دلهای صدرالدین و سید سراج الدین خواجه را ریش ریش گردانیدند. آنها را به فکر و اندیشه عمیقی دوچار ساختند و گرفتار کردند. برای اثبات این فکر در پایان یکی از آن مشاهده های حزن‌انگیزی صدرالدین را در ساکتری به خاطر آریم کفایه است. از آنجا به خانه استاعمک رفتم. در جای آن آدمی خوشوقتی چقچقی با غیرت، یک آدمی به مردن نزدیک رسیده می خوابید که قوه گپ زدن نداشت. او به صدای وینگاسی مگس مانند از من احوال پرسی کرد. بعد از سری زمستان باز بیمار خوابیدنش را، کار کردن نتوانستنش را و یک پرچه زمینش را مجبور شده با نرخ ارزان به قاضی بچه ها فروخته خوردنش را حکایه کرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 293. خرابی حوری و روی دریچه و زمینی از پدر میراث مانده صدرالدین و سید سراج الدین خواجه را نیز خیلی به اضطراب و تشویش و به اندوه و اندیشه آوردند. آنها با چشمان خود دیدند که درختهای زمینشان از بی‌آبی سرخوشک شدند. زمینی کدوکاری به شوره‌زار و خاکزار تبدیل یافته است. بعد از رفتن آنها کرپه ها را موش زده است. در نمد کویه میته پیدا شده است و غیره. زمینی پدری که سید محی الدین خواجه به دهقان برای نگاه و بین و کش سپاریده بود تا که از آن اندکی حاصل به دست آید، از روی گفت آن دهقان هیچ گونه حاصل نداده بوده است. بنابراین به برادران از آن زمین یگان درآمدی برای سال تحصیلی 1891-92 به دست ندرآمد. تا که از آن زمین برادران احوال مادی و معیشی خود را در سال تحصیلی 1891-92 اندکی هم باشد سبکتر گردانند. صدرالدین در پی تأمین معیشتی خودش و دادرش سید سراج الدین خواجه به سال تحصیلی در پیش ایستاده 1891-92 افتاده، از اسبابهای باقی مانده خانه پدر و مادرش کرپه و کرپچه های موش خورده، نمدی میته زده و دیگ و طبقها را می فروشد. اینچنین دکانی بافندگی و ابزار چرخ آسیا تراشی پدرش را نیز پول می کناند. صدرالدین غیر از خراجات برای خوراک و طعامی آینده اشان از حساب آن پولهایی به دست درآورده‌اش برای خودش و سید سراج الدین خواجه 2 کرته و لازمی تیار می کند. در همین وقت بعد از بیماری و مراموری از وبای دهشتناکی گذشته، زمینی کسانی سال خورده و میانسالی وفات کرده و یا شخصانی در خراجاتی گور و کفن قرضداری دهه ساکتری به قاضی بچه ها که زمیندارانی کلان دیه بودند گذشته بوده است و فرزندان آن مردگان مردکار و چاریککاری آنها شده ماندند. ولی به همه این بدبختی ها نگاه نکرده، در نظری صدرالدین 16 ساله دیهه ساکتری حالا هم از دیهه محله بالا زیباتر و بهتر می نمود. همانجا جلد 6 صفحه 294. از جانب دیگر در دیهه ساکتری بعد از 1 سالی در آنجا نبودنش یک نویگری به نظری صدرالدین جوان نمودار گردیده است. این نویگری از آن عبارت بوده است که
با مدد و جانبداری آشناهای امام و خطیب دیهه، شخصی نو ملا شاه نام دروازی که ملای به ختم نزدیک رسیده مدرسه بخارا بوده است، به معلمی مدرسه دیهه تعیین شده بوده است. ملا شاه دروازی به ملا بچه های مدرسه دیهه ساکتری از درس های رسمی مدرسگی دیده زیادتر و بیشتر به آموزش ادبیات بدیعی از جمله به شعر و شعر آموزی دقت و اهمیت می داده است و به ملا بچگان دیهه پارچه های منظوم را بسیار می آموزانده و تحلیل و تحقیق می کرده است. صدرالدین ملا بچه از این اقدامی برای خودش خوش و گوارا و نیکی ملا شاه خبردار گردیده در روزهای در دیهه ساکتری بودنش چند مراتبه به نزد ملا بچگان مدرسه دیهه می رود تا که از محاکمه و مطالعه و محاوره و مباحثه در اطراف شعرها در بین ملا بچگان مدرسه مشخصتر و درستتر آگاه و بهره‌ور گردد. صدرالدین در همین سال تعطیلی 1891 در حلقه و دایره ملا شاه دروازی و ملا بچگان مدرسه آنها نشسته از بیدلخانی او همه جانبه و صمیمانه بهره‌ور می شود. در نتیجه همین او از این ملای دروازی بعضی چیزها را آموخته و از خود کرده و استفاده برده است. از روی گفت عینی گاها هرچند ملا شاه در خوانش و مخصوصا در شرح و توضیح بیت و مصرع به سهو و خطا و غلطی راه میداد، ولی خود قرائت و خوانش و توضیح و معنی دادی او آن بیت و مصرع ها را در آن زمانی که در مدرسه ادبیات بدیعی از جمله شعر و شاعری را تعلیم نمیدادند اهمیت و قیمتی کلان داشتند. عینی این طرز تعلیمی مدرسگی ملا شاه دروازی را نوآوری در تدریس و آموزش ادبیات بدیعی و مخصوصاً در آموزش پارچه های شعری در مدرسه دیهه ساکتری حادثه مثبت می شمارد و اعتراف می کند. او در این باره این طور نوشته بود: هرچند در این گونه بیدلخانی ها به غلط بودن نسخه و خطا خواندن دامالله خیلی غلط فهمی ها به میدان می آمد، با وجود این آن کار در آن دیهه یک دلخوشکنی نو بود. من آن حال را تا آن وقت نه تنها در آن دیهه بلکه در مدرسه میری عربی بخارا هم ندیده بودم. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 296. دلیل فوق گواهی می دهد که حتی در موسم تعطیل هم صدرالدین از هر یک لحظه مساعد استفاده برده سویه دانش از جمله مهارت شعر و شاعری و شعر فهمی خود را انکشاف و رواج و رونق می داده است. بنابراین همین ملا شاه دروازی را یکی از معلمان نخستین او در بیدلخانی در روزهای تعطیل سال 1891 در ساکتری شماریم به سهو راه نخواهیم داد. در آخرهای ماه اوگوست و اول ماه سپتامبر سال 1891 هنگام انگورپزی صدرالدین و سید سراج الدین خواجه باز به خانه بابا کلان و مادر کلان مادری شام به دیهه محله بالا برای آمادگی به سفر به بخارا و خیر و خوش با آنها و با تقایی ها و خویش و اقربای مادری شام برمی گردند. آنها در آنجا در باغ بابا کلان شام
یک چند روز استراحت و انگورخوری کرده پس تیاری برای سفر به بخارا می بینند. این آغازی همان سال تحصیلی 1891-92 حساب می یافت که هر سه برادر سید محی الدین خواجه، صدرالدین و سید سراج الدین خواجه آخرین بار آنها را می بینند و تا تمام کردن مدرسه بیشتر در بخارا عمر بسر می برند و علم و دانش زمان خود را هر کدام با مقصد و مرام خود استفاده بردنی می شوند. من بعد حولی و زمین ابنا و اجدادی بعد از ختم مدرسه در اختیار اکه‌شان سید محی الدین خواجه می ماند. عینی بعدها چطور در راه سفر از دهه محله بالا به بخارا به سبب خرج بیکار نکردن در سماورخانه های سری بازاری گل آسیا خوابیدن را مناسب ندیدنی تقاعیش قربان نیاز، چطور در دهه کهکشان در خانه مجید کهکشانی نام دوست و آشنای صمیمی و صادقی این تقاعیشان شب خوابیدنشان را، اینچنین در راه آگاه شدنش از سرگذشت همان مجید کهکشانی و بعدها آبرزی همین مجید کهکشانی را در جلادان بخارا نام اثری خود انعکاس نمودنش را در یادداشت‌ها با تفصیل بیان کرده است. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6، صفحه های 297-303. عینی همان لحظه های با سید سراج الدین خواجه تیاری به بخارا دیدن و برگشتنش را در یادداشت‌ها به خاطر آورده چنین نوشته بود: چون ماه میزان اولی تحصیل مدرسه های بخارا نزدیک رسید که اولهای سپتامبر بود، برای به شهر برگشتن تیاری دیدم و قربان نیازی تقاعیم مرا با دادرم به شهر برده ماندنی شد. همانجا جلد 6 صفحه 297. عینی اولها همین لحظه ترجمه حالش را در مختصری ترجمه حالی خودم به طور ذیل به قلم داده بود. من چند گاهی در ساکتری و چندی در قشلاق تقایی ها گشته، یک چند روز پیشتر از سر شدن تحصیل و حساب حاضره 24 سپتامبر سری میزان که درس سر می شد، دادرم را سید سراج الدین خواجه را به بخارا گرفته بردم. اکه‌ام هم از کرکی آمده است. سببی به شهر بردن اکه‌ام را به او ایضاح دادم. او هم پسندید. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 31. اما عینی بعدها همین لحظه ها را اندکی دیگرتر بیان کرده است. از روی این گفتی دیگری عینی معلوم می گردد که اول اکه‌اش سید محی الدین خواجه برای به شهر آوردن دادرشان سید سراج الدین خواجه اظهار نارضایی کرده بوده است. اما بعد از آن که صدرالدین احوال خاندان بابایشان همراه خان و مردن دادری کینجه اشان سید کرام الدین خواجه را به اکه‌اش نقل می کند، از این کار او راضی می شود و خوب کردی که آوردی می گوید. همانجا جلد 6 صفحه 303. دلیل بالا ثابت می سازد که باز همان تقاعی مهربانشان قربان نیاز هنگامی نزدیک رسی موسم سال تحصیل 1891-1892 ماه سفر سال 1309 صدرالدین و سید سراج الدین خواجه را خود به بخارا می آورد و پس به صحرا برمی گردد. عینی سال دوم 1891-92 تحصیلش را با سید سراج الدین خواجه در همان حجره اکه‌اش سید محی الدین خواجه در مدرسه میر عرب آغاز می نماید. او امسال هم باز در نزد همان داماللای کنجکی خود ملا عبدالسلام درسش را دوام می دهد
و در نزد او خوانشی متنی کافیه و از خود کردن مضمون آن را آغاز می نماید. صدرالدین از آغاز سال تحصیل 1891-1892 تخمیناً از آخری دهه سوم ماه سپتامبر سال 1891 سر کرده بسیار جایهای حیرت آور و دهشت انگیز، غلمغل آدمان گوناگون، جنجالها در بازار غوزه، بوی و تف دل به حضور کننده قصاب خانه ها، کوشش خانه ها و بدبوی خانه های حیوانات و آدمان را به توسط پیرک می بیند. از جمله او در ریگستان با کنخانه، توپهای شاخداری قدیمی امیر، آبخانه، سپاهیان درباری، موسیقی حربی، اسکران سواره امیر کاوکاز که لباسهای دوختی مردم داغستان و کاوکاز شمالی را در بر داشتند و هر کدامی کوبانسکی، ترسکی، ترک نامگیر می شدند، سربازان پیاده شنبیگی و سه‌شنبیگی امیر و ترتیب و نظام آن زمان و مانند آنها شناس می شود. صدرالدین ملا بچه اولین بار با چشمان خود چطور شبگردان میرشب با سیبندها، میرغضبها با چوبها و خود میرشبها با تبرزین در دست با فرمان قوشبیگی سروزیر در جریان بندی ها را 75 چوب زدن چون تماشابین اشتراک می کند. در یادداشت های عینی یکی از همین کار و فعالیت، عمل و رفتاری دهشت آور به طور ذیل بیان گردیده است. میرغضبان جلادان لباس روی آن بندی را کشیدند. یک میرغضبی قدپستی غلچه او را به پشتش گرفته خم شده ایستاد. دو میرغضب از طرف پیشی بندی بردار دستها و پاهای آن بندی را محکم نگاه داشتند. یک میرغضب کرته بندی را برزده به گردنش آورده ماند که تخت پشتش از پس گردن تا زیر میان تماما گشاده شد. دو میرغضب دو چوبی الغی را به دستشان گرفته هر دو طرفی بندی پشت برهنه راست ایستادند. در این وقت موزیکانت های سربازان در هوای یک کریز اسباب های موسیقی ملی را به نواختن در آمدند. دو میرغضبی چوبدار از دو طرفی بندی و پشتی برهنه او زدن گرفتند. آنها بندی را چنان که آهنگران دو کسه شده آهن را بروی سندان با خاییسک می کوفته باشند با نوبت سخت می زدند و در وقتی از پشتی بندی برداشته شدن چوبی یک میرغضب چوبی میرغضبی دیگر آمده به جای وی می رسید. بندی فریاد می کرد، اما در زیر صدای موزیکای سربازی چی گفتنی او به تماشابینان معلوم نمی شد. تماشابینان همین را می دیدند که در وقتی برداشته شدن هر چوب پوست پاره های پشتی بندی به آن چوب چسبیده از جایش می خیست و از جای جراحت چکره های خون به هر طرف پاش می خوردند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 315. هر خواننده‌ای که با آدینه، داخونده و غلامان بر این شاه اثرهای عینی شناس است می‌داند که در همه آنها این فاجعه های دوره استبداد امیران منقیت انعکاسی برجسته بدیعی و واقعی و ریالی خود را یافتند. گذشته از این، عینی با این در تصویر تمام حیات مادی و معنوی ظاهری، بیرونی، اجتماعی
و جمعیتی این عمارت استادی تکرار نشونده بودنش را نشان داده است. جلال اکرامی برعکس او که آن زندگی را همچون قاضی زاده از درون از داخل بیشتر می‌دانست و زیادتر انعکاس کرده می‌توانست، حیات جمعیتی امارت بخارا را بیشتر از داخل تصویر کرده است. همین مشاهده های صدرالدین سببگار آن می شوند که او بسیار جایهای بخارا را از بیرون دیده آنها را روشن و دقیق انعکاس می کند. از جمله عینی درباره چگونگی بازاری ریسمانی بخارا که مکانی دهشت و جلادی، قتل و کشتاری صدها آدمان بیگناه حساب می یافت و آنجا را کوششخانه آدمان هم می نامیدند، از زبان پیرک معلوماتی زیادی پیدا می کند و در نتیجه همین در عقل و دل وی تأثرات و تصوراتی پریأس و علمی به وجود می آید. در رو بروی آن چقوری جای قتل آدمان در دیوار بینای بالای حوض هم چند دکانچه ها بودند که در آنها نیز ریسمان ارغمچین فروخته می شد. پیرک آنها را به من نشان داده گفت: یک شاعری بیکار مانده مضمونی در یک جا واقع شدن کوششخانه آدم و بازار ریسمان را به کار برده شعر زیرین را گفته است: دل برده از کفم صنمی ریسمان فروش، یاران کنون سری من و بازاری ریسمان. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 319. درباره در دوره‌های طفولیت و شباب تا کدام اندازه احساسمند و مع تأثیر بودن صدرالدین را در سالهای تحصیلش در مکتب کهنه دانسته باشیم، چون این حالت روحی او را در سن بلاغتش از روی مشاهده خود او آید به کرداری وحشیانه غوث جلاب حاجی زاکر در همان سال 1891 مشاهده کردن ممکن است. ملا بچه صدرالدین که روزی در لب غربی صحن بیرونی مدرسه میری عرب در روبروی دروازه مسجد کلان نشسته بوده است، می بیند که حاجی زاکربای غوث جلاب و گماشتگان او یک جوال غوزه کمپیر 70 ساله را مفت به یغما می برند، حالان که آن کمپیری فرتوت حتی امکانی بخرش سوار شدن نداشت. وقتی صدرالدین ملا بچه می خواهد که او را بخرش سوار کند، او این غمخواری بی‌منت او را قبول نکرده می گوید: من پیر شدم، بر بالای خر نشسته نمی توانم، چشمم سیاه می رود و می غلطم. گفت کمپیر: الهی خدا به این نیت نیکت تو را به مرادت رساند. گویان مرا دعا کرد و در حالتی که از چشمانی خشکیده‌اش و رخساره پژمرده‌اش آب می شارید از بازار برآمده رفت. شما گفتار 24 رو از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقل برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.